سلام لیدیز اند جنتلمن، خوش اومدید به پارت اول از گیم پلی آلت فور. این بازی اعصاب خورد کنیه. امیدوارم لذت ببرید و فشار خوردن منو ببرید. لایک کامنت ساب یادتون نره. بزن بریم. خب بازی لود شد بالاخره. یه پولتور زیبا، یه منظره عالی، با این میپره. زاویه دوربین هم با اینه و مور هم با این پرد میکنه. ای چی بود بهم داد؟ نیم دایره با یه خط توش، یعنی آیتم. ای مرغ شدم. بودو مرغ چیه؟ بودو اینا چی یعنی الان میان؟ ای بامی فرار کن بودو. ای چقدر زیادن. ای بامی او چه دریپی میده این بازی کن. برو یکی دیگه از اینا. خب بزنیمش ببینیم چی بده. ای باز همینه. باز مرغه فکر کنم. اینا که فکر کنم میده تو این قفسه های ابیلیتیه احتمالا. ای چیه؟ بادکنک چیه؟ چی بود الان؟ خب نمیدونم دیگه، ولش کن. خب میپریم. ای هیچیه. بودو نه اوفی. خب همینجا بود. خب میپریم اینجا. آها باز میپریم اینجا. خب رسیدیم به اینجا. الان چیکار کنم؟ الان من باید اینجا چه بکنم؟ نیفتم. یعنی جدا این چه وضع مردن بود الان؟ بودو دوباره ببینم چه واقعا مردنش خیلی چرس بود. چی بود؟ با پا اومد زد تو سر. نه فرار کن. خب بیچاره شدیم دیگه. الان میمیریم. بیا جرقه میزنن. خب یه بار دیگه شروع میکنیم از نو. برو باز دیریب بده. خب بپر. نه آها چطوری؟ وای خوردم به آخری. برو بلند شو. خب باز مردم. زیباست. یه بار دیگه میریم. بمیره دیگه. خب یه بار دیگه میریم. دوباره یه بار فایده نداره. بپر. چه بد خورد به اون. چی کار دارم میکنم؟ برو نزن. آها ای میخورم به این ستا. ای لک خورد. FPS. یه بار دیگه میریم. چی شد؟ بیا اینم از باگای بازی آلت فور. اسمش روشه. یه ابیلیتی دیگه چیه؟ یه مداد وسط یه دایره. خب یعنی خب بپر ببینیم چی میشه آخرش. بپر. یس بالاخره اینجا رو رد کردم. خب رفتم اینجا رو. خوبه. بازی که دیگه از این دایره خط وسط دایره. خب بریم بالا دوباره. خب برو دیگه. واسه یادم رفت با چی ابیلیتی فعال میکرد. ابیلیتی یادم نمیاد. وای بازین. فرار کن. نه. خب فکر کنم این الان از کجا پیدا شد؟ بودو فرار کن. نمیشه. زد باز. بریم یه بار دیگه از اول شروع کنیم. یه مرتبه دیدم از پشتم در اومد. اینم مردم. خب یه بار دیگه میریم. باز باید همینجوری مرحله های تکراری رو بریم.
میریم سرش خورد به اون میله. میریم. چطوری اینو رد کردم؟ شانسی بود. خب یه بار دیگه از اینجا بادکنکه روش نوشته چی؟ خب الان چه به دردم میخوره؟ الان باید چی کارش کنم؟ یه بادکنک از این منطقه ظاهر میشه میره هوا. برو از این پشت برو. میتونی. یس رفتم. خوبه رفتم. اینجا رو هم رد کردم. حالا مونده اینم اینجا باید چیکار کنم. همینجا که گیر دارم و نمیدونم باید چیکار کنم. مشکل همینه. خب وایسا بپر. آها الان شد. خب الان مشکل من اینجاست. چه کار کنم؟ هر جا رو میبینم هیچی بزنم نمیرسه. باید چیکار کنم الان؟ من باید چیکار کنم؟ چیه الان رو زمین؟ این از کجا اومد؟ سپره چی بود؟ راستی ابیلیتیم با چی فعال میکردم؟ یادم نمیاد. داشته امتحان کنم ببینم با چی ابیلیتیم فعال میشه. خب دوستان من بعد کلی تحقیقات فهمیدم که با چی ابیلیتیشو فعال میکنه. با کنترل. همینطور که دیدید الان مردم. زیباست. این ابیلیتی پروازی هست. اینکه پرواز میکنه خیلی کمکم میکنه تو اون جایی که میخوام رد کنم. برای همین ما سعی میکنیم یعنی کاش بهمون از این ابیلیتی پروازی بده، چون این خیلی به دردمون میخوره. بریم چی میده؟ یعنی چی میده؟ برو رد کن. آها خب اینجا رفت. پروازی نداد. پروازی یه شکل خاصی داره. باز بادکنکه اومد. ببینیم اینجا رو میتونیم رد کنیم. برو خب تونستم. خب شانسم گفت نیافتادم و اینم مرده بودم. چی؟ ابیلیتیم استفاده کرد. چی بود؟ چرا ابیلیتیمو دارم هدر میدم؟ خب یه ابیلیتیم فکر کنم یه چی بود؟ ابیلیتیم سیومو از دست دادم. ابیلیتی سیو بود. اون که الان از دستش دادم ابیلیتی سیو بود. خب ببینیم باز دوباره چه میشود. فقط اگه من نمیدونم اونجا باید چه جوری برم. اگه اون ابیلیتی پروازی بده عالی. دوباره هم چی شد؟ فرار کن. چی شد؟ نه بدو. مجبورم ریستارتش کنم. میمردم. یه بار دیگه میریم. حتی اینو بزنم. شروع زیبایی بود. یعنی همش در حال ریستارت کردن. خب یه بار دیگه. یس ابیلیتی پرواز. یس. خب این بار دیگه میتونم. تمومه رفتم. بدو برو خب برو. اینجا هم رد کردم. ایزی. اصلا ایزی تمام. بیای چطور اومد تو اینجا؟ به یه ابیلیتی دیگه هم داد. خب اینم به آخر سیو زدم. باورم نمیشه شانسی سیو زدم. بادکنکه سیوه. بزنیش بکنم بگیریش سیو میشه. آره دان کنم. بله سیو شد. الان فکر کنم دفعه بعد اگه بمیرم از اینجا میاره به جای که از اون اول بیاره. خب اوکی بریم. برو هی
خب برو. آها رفتم. اینجا هم برم. وای چرا مردم؟ سیو داشتم ولی چه مردن علکی. کاش سیوم اینجوری هدر نمیدم. چه وضع مردن بود؟ چرا نگرفت اونجا رو؟ یه بار دیگه میریم. این نیاد خواهشم یه بار. وای نه بپر. ببین باید تا بلند شدم بدوم. ها برو. یس تونستم. اینجا رو نیافتم. وای داشتم میافتادم. خب ابیلیتی. یس ابیلیتی رو دارم فعال میکنم. یس رسیدم. برو نه نمیر. اون ابیلیتی دیگه هم باید فعال کنم. برو ابیلیتی هم فعال میکنم. یس رفتم. چی شد؟ نه یس مرحله اول رو رد کردم بالاخره. تازه مرحله اولش بود. این چیه؟ یعنی چی؟ خب باید چیکار کنم الان؟ چرا به زیبایی مردم؟ اون هواپیما چی بود؟ دو چیز آبی بود. نگو که اون که فکر میکنم حقیقت داره. چون جلو میپرم عقب میپره. نگو اون که فکر میکنم حقیقت داره. وای بیچاره شدم. باید فکر کنم بپرم. آره باید بپرم روی اون هواپیما. خیلی سخته فکر کنم. امتحان میکنیم ببینیم که آره وقتی میپرم جلو میره عقب. بعدش همینه و این الان رفته بودم. خب یه بار دیگه. الان تلاش 22 ببینم تو تلاش چند میتونم همش خودم میندازم پایین. اگه تا تلاش 30 رفتم یعنی حرفه‌ای. ببینم تو تلاش چند میتونم برم. 1 2 برو رفتم. نرفتم. رفته بودم. چرا نشد؟ حیف شد. برو گند زدم. پاشم گیر کرد افتاد دیگه اصلا خراب شد. یه بار دیگه میریم ببینیم چه خبره. تا تلاش 5 تا دیگه مونده. اینو رفتم. یس اصلا به 30 هم نرسید. 25 تلاش 25 میره این بازیکن. تلاش 25 این بازیکن میره. خب این چه مرحله سمیه؟ یعنی چی؟ حالا باید چقدر سخته. الان باید چیکار کنم؟ میگه مرغ فلش اینجا. یعنی چی؟ مرغ فلش اینجا یعنی چی؟ حالا اون رو به پایینه. من چیکار کنم؟ خب دوستان تا همین جا این پارت تمومه. امیدوارم لذت برده باشید از این بازی و لایک کامنت ساب یادتون نره. تا ویدیوی بعد گودبای.